شما به چه جرمی الان تو پلیس آگاهی استان البرز هستی؟ به جرم قتل دختر باجناقم 7 ساله. واسه ما انگیزه اصلیتون در مورد این قتل رو میگی؟ انگیزه هستیم همون بود که خانمم بهم فشار می آورد و یه عقده با خانمم می حرف میزد حق نداری باهاش زندگی کنی. اون برام دیگه عقده شده بود تو بدنم، مثل جونور اذیتم میکرد. شما از خواهر خانومت عقده داشتی درسته؟ بله. خب چرا بچه‌شون رو به قتل رسوندی؟ دیگه اشتباه کردم، این نقشه رو کشیده بودم، جلومو گرفته بود، یعنی اصلا دیوونه شدم، حالت دیوونه وار بودم، نمیدونستم چیکار دارم میکنم. یعنی چشام یه جوری شده بود، اصلا خودم رو گم کرده بودم، خودم رو قاطی کرده بودم. اون لحظه که لیانا رو داشتی به قتل میرسوندین حالت روحی روانی عادی بود، طبیعی بود یا خیر؟ نه، عصبی بودم، حالت دستامو گم کرده بودم، میلرزیدم، یه جنونی بهم دست داده بود، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، چیکار کنم، هی مثل آوارا این ور اون ور میپریدم. شما الان این حالت خوبه که یکی رو به قتل رسوندین یا اینکه میرفتین قانونی همه چی رو حل میکردین؟ میدونم خودم رو بدبخت کردم، اشتباه کردم، غلط کردم، ولی خب دیگه خانمامو دوست داشتم، نمیخواستم ازش سواشه. ولی اون با هر جوری، با هر دو کلکی میخواد، با هر برنامه، با هر لج و لج بازی میخواست از زندگی بره بیرون. منم نمیتونستم ولش کنم، یعنی نمیتونستم ولش کنم، اینقدر دوستش داشتم. خودتون بچه دارین؟ بله. چند تا؟ 2 تا پسرم. اون لحظه که لیانا رو به قتل میرسوندین یاد بچه خودتون نیفتادین؟ اون موقع جنونی گرفته بود، اصلا چشام پر خون بود، نمیدونستم دارم چیکار میکنم. الان که آروم شدم، خودم رو دارم لعنت میکنم. بیرون میخوابیدم شب و روز، تو ماشین بودم یا تو پارک بودم، اون لحظه دیگه برام عقده شده بود، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. لیانا رو از کجا سوار کردین؟ با چه ترفندی؟ دم خونه مادر خانمم بودیم، ما اونجا بودیم، اونم اونجا بودن، و عنوان مغازه میبریم برات وسایل میخرم. چون عقده داشتم، رو صندلی ماشینم با چند تا ضربه چاقو زدم بهش. 5 دقیقه زنده بود، بعد تموم کرد. اونجا یه رودخونه بود بغل همون جاده، کنار اون رودخونه گذاشتمش، یه سنگ گذاشتمش که آب نبرتش. برگشتم اومدم خونه، پیش مردم دیدم تو کوچه جمع شدن، مامورا اومدن، منم پیش همونا وایسادم، پیش مردم و مامورا تا فردا ظهر. اونجا مامورا دستبند زدن به من آوردن اینجا. سابقه کیفری هم دارین؟ سابقه کیفری سال نمیدونم 78 بود یا 87 اینا بود. من یه تصادفی کردم جاده گندره، اون قتل عمد نبود، 2 تا مسافر، 2 تا از عابرا فوت کردن. فکرشو میکردی انقدر زود دستگیر بشی؟ نه، فکرشو نمیکردم.